وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. چنانچه مستحضر هستید، ما در برنامه‌های گذشته پیرامون غلو صحبت‌هایی داشتیم و نمونه از غلو در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم و در مورد پیامبر علیه السلام را به خدمت شما عزیزان و گرامیان مطرح کردیم که بحث درود تاج بود. در این برنامه باز هم میپردازیم به بعضی از درودها و بعضی از آنچه که به عنوان درود امروز در جامعه ما معرفی شده و به حقیقتاً افرادی که این درودها را میخوانند یا این درودها را گذاشتن، هدفشان، یعنی هدفی که در ذهن خودشان بوده، میگویند هدف ما محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و ما میخواهیم عبادت پروردگار متعال را توسط این درودها بنماییم. اول اجازه بدید که قبل از آن که به این موضوع بپردازیم، حقیقتاً بحث ما در مورد دلائل الخیرات هست. دلائل الخیرات را در میزان قرآن و سنت میگذاریم تا اینکه بفهمیم جایگاه این کتاب دلائل الخیرات چی هست. چون این کتاب دلائل الخیرات امروز در میان جامعه فارس و جامعه عرب و متاسفانه در جوامع مختلف وجود دارد و مسلمان ها بعضاً این کتاب را ورد می کنند، وردهایی که در داخل این کتاب وجود دارد. این کتاب حقیقتاً متشکل از احزاب است، از احزاب و ورده‌های خاصی است در روزهای خاص. مثلا حزب اول، مثلا به عنوان مثال حزب اول، حزب دوم، حزب سوم الی آخر. و این احزاب حقیقتاً خودشان را تقسیم کردند در روزهای مختلف. حزب روز شنبه، حزب روز یکشنبه، حزب روز دوشنبه و به همین ترتیب تا به آخر هفته. و اول آن با اسمای خداوند متعال حقیقتا شروع کرده، اگرچه احادیثی هم در این مورد بعد از آن احادیثی را آورده برای بیان فضیلت درود به رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعدا در هر روز و در هر حزب آمده حقیقتا همان درودهای خاص خودش را گذاشته. اول اجازه بدین که با یک مقدمه کوتاه بحث را شروع بکنیم و آن این که درود فرستادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از جمله عبادات است، در این شکی وجود ندارد و یکی از نشانه های محبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم و از حقوق پیامبر علیه السلام درود فرستادن بر ایشان صلی الله علیه و سلم می باشد. و رسول الله علیه السلام می فرمایند نزدیکترین کس در روز قیامت برای من کسی است که بیشتر درود فرستاده باشد. انسانی که بیشتر برای رسول الله صلی الله علیه و سلم درود میفرستد، این انسان در پیشگاه خداوند متعال نزدیکترین شخص هست و این انسان در روز قیامت نزدیکترین شخص برای رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. در حدیثی که امام مسلم رحمه الله روایت می کند، حدیث شماره 408 می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، حدیث از حضرت ابی هریره است، رسول الله علیه و سلم می فرمایند من صلی علی واحدة، کسی که بر من یک درود بفرستد، صلی الله علیه عشرا، صلی الله علیه عشرا، الله متعال به او
10 رحمت و 10 مغفرت را الله متعال به او میفرستد و او را مورد مغفرت و مورد رحمت خود قرار میدهد. در این شکی وجود ندارد که گفتیم درود فرستادن، اصل درود فرستادن حقیقتا از جمله مسائلی است که عبادت محسوب می شود و انسان توسط آن به الله متعال خودش را نزدیک می کند و این درود فرستادن باعث بلند رفتن مقام و جایگاه انسان در پیشگاه خداوند متعال سبحانه و تعالی می شود. در این شکی وجود ندارد. موضوع بعدی موضوع محبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم است که در این هم کسی شک و تردیدی ندارد. همه مسلمان ها متفقند که محبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم حقیقتاً به خاطر الله متعال هست و از جمله عبادات هست و از جمله واجبات هست و انسان مسلمان باید به رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت داشته باشد و انسانی که به پیامبر علیه السلام محبت ندارد، انسان مسلمان، در ایمان او و در عقیده او حقیقتا نقص وجود دارد. چنانچه حدیثی که حضرت انس رضی الله عنه روایت می کند، رسول الله علیه السلام می فرمایند لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. حدیث را امام بخاری و مسلم رحمهم الله در صحیحین روایت کرده اند. پیامبر می‌فرمایند ایمان کامل و ایمان کاملی ندارد هیچ یک از شما تا زمانی که من را از فرزندانش و از پدر و مادرش و از همه مردم بیشتر دوست نداشته باشد. اگر انسانی پیامبر علیه السلام را کمتر از پدر و مادرش و کمتر از فرزندانش و کمتر از مالش و کمتر از همه مردم دوست داشته باشد، این انسان در عقیده او و در ایمان او حقیقتا اشکال وجود داره. این انسان در ایمان او نقص وجود داره. به خاطر اینکه انسان باید به رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت داشته باشه که پیامبر علیه السلام نعمتهای الله متعال را برای ما تکمیل کردند. چنانچه الله متعال می‌فرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. الله متعال بر مؤمنین منت گذاشته، نعمت خود را شامل حال آنها کرده که پیامبری از میان آنها برای آنها فرستاده و پیامبر علیه السلام ذات مبارکشان و خودشان رسول الله علیه السلام بزرگترین نعمت برای امت اسلامی هستند، چون انسانها را از عبادت بندگان دور نموده و آنها را به سوی عبادت ذات اقدس الهی و ذات احدیت الهی سبحانه و تعالی دعوت کرده اند و دعوت نمودند. پس بناهن قدر این نعمت را انسان باید بداند و شکران این نعمت را بکند و شکران این نعمت در این است که انسان حقوق رسول الله صلی الله علیه و سلم را محفوظ بدارد. از جمله حقوق پیامبر علیه السلام این است که انسان به پیامبر صلی الله علیه و سلم محبت بورزد، پیامبر را دوست داشته باشد، به پیامبر علیه السلام بالاترین محبت را داشته باشد. وقتی رسول الله علیه السلام فرمودند که انسان شما باید من را دوست داشته باشید، حضرت عمر رضی الله عنه آمد گفت یا رسول الله من شما را از همه چیز بیشتر دوست دارم الا خودم. پیامبر علیه السلام فرمودند نه، این گونه نمی شود. حضرت عمر رضی الله عنه بعداً گفت که یا رسول الله من حتی از خودم شما را بیشتر دوست دارم. رسول الله علیه السلام فرمودند الان یا عمر، حالا شد. این انسان باید پیامبر علیه السلام را بیشترین محبت داشته باشد به ایشان و بیشترین محبت را به ایشان بورزد و آیات قرآن کریم در این مورد فراوان هست که الله متعال سبحانه و تعالی در این مورد آیاتی را نازل کرده و دلالت می کند بر این که انسان باید پیامبر علیه السلام را دوست داشته باشد و دوستی پیامبر علیه السلام با محبت ایشان حقیقتا می شود، نه اینکه محبت دروغین باشد. حالا بحث ما اینجاست که ما وقتی این مسائل را رد می کنیم و این مسائل را می خواهیم زیر ذره‌بین قرآن و سنت بگذاریم، یک عده میگویند شما چرا چنین میکنید؟ ما به خاطر محبت و به خاطر عشق و علاقه ای که اگرچه کلمه عشق درست نیست که انشاءالله در این مورد در برنامه‌های بعد صحبت میکنیم، به خاطر محبتی که ما داریم، محبت فراوانی که نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم، ما این درودها را میخوانیم. درودهای است به هر حال، چی اشکالی دارد؟ این مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که ما در شریعت اسلامی و در شریعت اسلام که قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را برای ما تشریع نموده هست، ما مسائل را میبینیم که یک سری شروطی را برای قبول عبادات
وجود دارد در قرآن و در سنت که علما می‌فرمایند برای قبولی عبادت دو شرط اساسی مهم است که انسان مؤمن وقتی الله متعال را عبادت می کند این دو شرط اساسی باید در عبادتش موجود باشد. اگر این دو شرط اساسی در عبادتش موجود بود خیلی خوب، و اگر نبود این عبادت هیچ می شود. شرط اول اخلاص است. انسان مؤمن هر عبادتی را که می کند باید حقیقتاً با اخلاص عبادت بکند. اخلاص یعنی این که انسان به گونه عبادت بکند که فقط برای الله باشه، فقط برای الله عبادت بکنه، هدفش در وقت عبادت چیز دیگری نباشد، ذهنش به جهت دیگری نرود، به خاطر من و به خاطر شما و به خاطر این و به خاطر احمد و محمود و این و آن عبادت نکند، بلکه به خاطر الله عبادت کند. این را میگویند اخلاص. شرط دوم اینه که موافقت با سنت پیامبر داشته باشه، موافقت با شریعت داشته باشه. اگر این عبادت با اخلاص حتی انجام بشه، چون بعضی از مردمی را ما میبینیم که با اخلاص این کارها را انجام میدهند، اگر چی با اخلاص باشه، اگر موافق با سنت پیامبر نباشه، اگر موافق با اسلام نباشه، موافق با قرآن نباشه، اگر چی نامش عبادت گذاشته بشه، باز هم الله متعال آن را قبول نمیکنه. چون علما در تعریف عبادت میگن اسم جامع لكل ما یرضاه الله، با آنچه که الله متعال اسم جامع است عبادت، با آنچه که الله متعال آن را دوست داره، آن را راضی هست از آن. عبادتی که انسان بیاید از پیش خود آن را بسازد، الله به این راضی نمیشه، چون الله متعال شریعتی را گذاشته و گفته الیوم اکملت لکم دینکم، دین را به شما تمام کردم. هیچ چیزی را الله متعال و پیامبرش برای ما ترک نکردن که ما فردای روز بیاییم بعد از 1000 و چند صد سال یا بعد از سالها، بعد از صدها سال بیاییم ما درودی را بسازیم به نام کتابی را بسازیم به نام دلائل الخیرات و در این ما از پیش خود درودهایی را بسازیم به خورد مردم بدین و به آن عباداتی برای آن فضائلی بتراشیم، برای آن خوبی هایی را بتراشیم که وجود ندارد. پس بناهن عبادت با این دو شرط منعقد می شود و مورد رضایت الله است. شرط اول اخلاص است، شرط دوم موافقت با شریعت است. ما در احادیث داریم که سفرد آمدن در نزد ازواج مطهرات و خانه رسول الله علیه السلام سوال کردند از عبادت پیامبر. زنان رسول الله علیه السلام ازواج مطهرات رضی الله عنهن برای آنها توضیح دادند که پیامبر علیه السلام این گونه عبادت میکنن، این گونه عبادت میکنن. این سه نفر یکی گفت که من دیگه ابداً با خانمم یا با زنها نزدیکی نمی کنم. یکی گفت من ابداً شبها را نمی خوابم. یکی گفت ابداً دیگه من تا وقتی که زنده باشم روزها را روزه می گیرم و نمی خورم. رسول الله علیه السلام به خانه تشریف آوردن. ازواج مطهرات رضی الله عنهن برای ایشان گفتند که یا رسول الله سه نفر آمدن سوال کردند و ما این را برای آنها گفتیم. رسول الله علیه السلام فرمودند که من از شما به الله خودم نزدیکترم و از الله بیشتر از شما میترسم. من روزی را میگیرم، روزی را میخورم، من با زنانم نزدیکی میکنم، شب را جزئی از شب را میخوابم، جزئی را بیدارم. و پیامبر علیه السلام در ادامه فرمودند که این سنتم است، این سنت من است، این روش من است. هر کس از این سرپیچی کند فمن رغب عن سنتی فلیس منی، هر کس از سنت من سرپیچی کند از من نیست. رسول الله علیه السلام با صراحت کامل میگن شما باید تابع سنت باشید، تابع شریعتی که من آوردم باشید، نه این که از پیش خود هر کس بیه چیزی را بسازه و غلو بکنه، افراط بکنه، زیاده روی بکنه در آنچه که در شریعت اسلامی وجود ندارد. در این کتاب دلائل الخیرات که ما گفتیم برگرفته حقیقتا ادعا میشه که در این کلا مسائلی است که در این درود هست به رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما این کتاب را زیر ذربین می آوریم، ذربین قرآن و سنت، آن را در ترازوی قرآن و سنت می گذاریم ببینیم که این درود چی جایگاهی از قرآن و سنت دارد، چی جایگاهی را دارد. و نکته بعد که بینندگان عزیز و گرامی این را هم قبل از این که ما به اصل کتاب مراجعه بکنیم مورد نظرشان داشته باشند، این که در شریعت اسلامی ما گفتیم که الله متعال میگه الیوم اکملت لکم دینکم، دین را به شما تمام کردم، همه چیز در اونجا آمده. بهترین درودهای ابراهیمی است. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. با تفاوت هایی که در بعضی از روایات الفاظی در این حدیث و در این روایت الفاظی آمده که با تفاوت این که الفاظ، یعنی نه که بگین کلا معنا را تغییر بده، بلکه برای توضیح و وضاحت آنها آمده. به هر حال این درود ابراهیمی است و اکثر مسلمان ها و اغلب مسلمان ها، یا بگیم به صورت عموم بگین که این درود را حفظ دارند، چون در نمازهای خودشان میخوانند، در نمازهای خودشان این را میخوانند و بعضی از علما حتی خواندن این درود را در تشهد واجب دانستند به هر صورت، و بعضی دیگر سنت. بحث ما اینجاست که بهترین درود ابراهیمی است. بهترین درود این است، چون از پیامبر علیه السلام سوال شد که یا رسول الله، الله میگه به شما درود بفرستیم، ما چگونه درود بفرستیم؟ پیامبر علیه السلام این درود را به اصحاب خود یاد دادن. شما اگر میخواهید به من پیامبر درود بفرستید، درود فرستادن اینه. پیامبر علیه السلام به اصحاب خود این نسخه را تجویز کردند. ما نیازی نداریم، این را با صراحت کامل میگویم، ما نیازی به تجویز نسخه های دیگران نداریم، یعنی بی نیاز هستیم. اگر ما کمی در دین خودمان می داشتیم، اگر پیامبر در این مورد چیزی نمی گفتن، اگر رسول الله علیه السلام در این مورد برنامه‌ای نمی داشتن، شاید ما برنامه‌های دیگر را نعوذ بالله می پذیرفتیم، شاید، و از این خالیگاه اونها استفاده می کردن. اما مادامی که شریعت اسلامی خالیگاهی را نگذاشته که کسی دیگری بعد از چندین سال، بعد از صدها سال، بعد از هزار و چند صد سال بیاید برای ما درود بتراشد و برای ما مسائل را مطرح بکند که شما با این گونه به الله نزدیک شوید. روایات هست، آیات قرآن کریم فراوان است با اذکار و با اوراد و با ادعیه. در قرآن کریم طریق دعا کردن، در قرآن کریم طریق حقیقتا رسیدن به الله سبحانه و تعالی واضح شده، آشکار شده. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت آشکار آمده که شما این گونه به پیامبر درود بفرستید. ما چی نیازی به درودهای دیگر داریم؟ حالا شاید کسی بگوید خب معنایش که اشکال نداره، یک درود هست، یک دعا هست، یک دعایی است برای پیامبر، یک دعایی است برای حقیقتا بلند رفتن درجات رسول الله صلی الله علیه و سلم. چی اشکال داره؟ دعاست. اگر از این باب داخل بشیم که خیر است، دعاست، مشکلی ندارد، اگرچه باز هم متاسفانه باید بگیم که اکثر افرادی که این قول را میگویند باز به درودهایی که در شریعت آمده توجه ندارند، فقط چسبیدند به همین، اگرچه در جزئی از این اون درودها هم جای داره، چسبیدند به این خلاص. حتی بعضی از این افراد را به والله قسم بنده دیدم از تلاوت قرآن کریم باز میمانه، روزانه ورد دلایل الخیرات میکنه. چون ما گفتیم دلایل الخیرات را تقسیم کردن در روزها: روز شنبه، روز یکشنبه، روز دوشنبه، روز سه‌شنبه، روز چهارشنبه، روز پنجشنبه الی آخر. درودهای خاصی داره که این فرد به آنها محکم است و آنها را میخوانه، در حالی که پیامبر علیه السلام از دلایل الخیرات خبر نداشتند، اصحاب پیامبر از دلایل الخیرات خبر نداشتند، ائمه اهل سنت از دلایل الخیرات خبر نداشتند. نه امام ابو حنیفه نام دلایل الخیرات را شنیدند، نه امام شافعی، نه امام مالک، نه امام احمد ابن حنبل رحمهم الله، هیچ کدام از اینها نشنیدند، چون سالها و سالهای بعد این درود به وجود آمده. قرنهای بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم این درود و این کتاب به وجود آمده. حالا می رویم به سراغ این کتاب. اما قبل از آن که به سراغ کتاب برین، اجازه بدین که یک میان برنامه بگیرین و بعد از میان برنامه ان شاء الله مستقیما میرین سر اصل موضوع، به اصل کتاب که کتاب دلایل الخیرات است. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم
والله سمیع علیم. بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی و برایشان دعا کن. به راستی دعایت مایه آرامش آنهاست و الله شنوای داناست. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه راهنمود سنت. در مورد دلائل الخیرات صحبت می کردیم. بینندگان عزیز و گرامی، این کتاب دلائل الخیرات کتابی است که حقیقتاً چاپ‌های مختلف شده و طبعات مختلف در کشورهای مختلف چاپ شده و در دسترس مردم قرار گرفته و در اکثر خانه ها این کتاب وجود داره، یا کسایی که خودشان را اهل علم میگویند این کتاب را میگیرند و میخوانند و مطالعه میکنند. ما این کتاب را یک معرفی کوتاه میکنیم و بعد به دنبال آن ان شاء الله بعضی از مسائلی که در این کتاب مطرح شده، غلوها، زیاده روی ها، مخالفاتی که ضد قرآن و سنت هست و مخالف قرآن و سنت هست را به خدمت شما عزیزان بیان میکنیم. اگر آقا احمد عزیز جزاکم الله خیر قبل از اینکه بنده به طلبم ایشان نشان دادن، اینجا شما اینجا را مشاهده میکنید. این کتاب در اینجا نوشته است دلائل، یعنی کوتاه کرده دلائل الخیرات، که جالب است که بعضی از علما به این کتاب دلائل نمیگویند، دلائل میگویند. یعنی این دلائل به معنای این که این کتاب دلیل هست و راهی است برای رسیدن به خیرات و خوبی ها، یعنی اصل این معنایی که در این انتخاب کردن. اما بعضی از علما این را اطلاق میکنن، میگن دلائل الخیرات، یعنی گمراه کننده خوبی ها، یعنی راه خوبی ها را از شما میبنده، نه که شما را به سوی خوبی ها دعوت بکنه. این چاپی که در نزد بنده هست نسخه خطی هست، نسخه است که با دست نوشته شده و به هر حال شاید تقریبا بیش از 100 سال میشه که این کتاب نوشته شده و این نسخه خطیش در دست بنده هست که به خدمت شما عزیزان نشان میدم. این صفحه اولش هست، شما مطبعه را هم میبینید، مطبعه عثمانیه. بعد اینجا هم سال حقیقتا همان سال نوشتن اوست یا سال نشرش هست 1314 هجری قمری که حالا ما قرار داریم در 1437. و شما اینجا را مشاهده میکنید. میایین صفحات پایین این اول میبینید در اینجا اسمای خداوند متعال سبحانه و تعالی. البته بعضی از مسائل را مطرح کرده برای فضائل بعضی از اوراد و بعد آمده اسمای خداوند متعال سبحانه و تعالی را در اینجا بیان کرده که اینجا هم خود این هم بعضی از مسائلش مورد بحث هست که انسان در مورد آن صحبت بکنه. اما چون بحث ما بیشتر در مورد قلوب هست، ما در مورد قلوب ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. و اینجا هم آمده که و اذا رأیت النفس منک تحکمت، آمده در مورد این گفته که متوجه باش و این کتاب را بخوان و فصرف هواها بالصلاة مواظبا. بعد میگه که متوجه نفست باش، متوجه خواهشات نفسانیت باش، صلات بفرست، مواظبت بکن به درود فرستادن، لا سیما به دلائل الخیرات. خب به هر حال اینها آمده به دلائل الخیرات کن متمسک باش با آن، محکم بگیر اینجا و بخوان تا اینکه به سوی گمراهی بری. و اینجا هم میبینین که دلائل الخیرات نوشته هست، اینجا مقدمش هست. بعد آمده بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم. بعد آمده اولین کلمه‌ای که شروع کرده گفته الهی بجاه نبیک سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم عندك و مکانته لدیک و محبتک له و محبته لک. آمده از اول شروع کرده به جاه پیامبر. این نکته خودش قابل تأمله. از نظر اهل سنت این کلمه بدعته که ما بگیم به جاه پیامبر، از الله متعال به جاه پیامبر بطلبیم، چون هیچ روایت صحیح ما در این مورد نداریم که رسول الله علیه السلام، اگرچه روایاتی هست ولی روایات قابل اعتبار نیست، از اعتبار افتاده، که دلالت بر این بکنه که ما به جای پیامبر از الله متعال بطلبیم. الهی بجاه نبیک، این خودش این کلمه اصلا بدعته. اولین کارش که شروع شده با بدعت شروع شده.
اگرچه از خلال این مقدمه معلوم میشه که این نوشته مؤلف نیست، یعنی اولش این قسمت ابتداش حقیقتاً از مؤلف نیست، ممکن از شاگردش باشه یا از ناسخی که نوشته باشه، چون در این اواخر معلوم میشه که گویا کسی دیگر این مقدمه را نوشته. به هر صورت حالا المهمی که مردم این را میخوانند، این مقدمه را میخوانند، الهی به جاه نبیک، این کلمه خودش بدعت و خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه. بعد میاییم در مورد تعریف این کتاب هست که اینجا میگه که چنانچه گفتیم که در مقدمه میگه که به هر حال همون نویسنده میگه سیدی ابو عبدالله محمد ابن سلیمان الجزولی رضی الله عنه، یعنی این نویسنده کتابه، این کسی که این درودها را گفته، ابو عبدالله محمد ابن سلیمان جزولی. بعد آمده در اینجا در مورد کتاب حرف میزنه که این کتاب را بله اینجا میگه و سمیته به کتاب دلائل الخیرات و شوارق الانوار. این نام کتاب یعنی حقیقتا اسم کاملش هست دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاة علی النبی المختار، این کامل اسم هست. و بعد از آن شروع میکنه به مسائلی که در مورد درود هاست و به همین ترتیب میایه تا اینکه در مورد فضائل درود صحبت میکنه که فکر میکنم وقت برنامه ما رو به اتمام هست. اجازه بدین که در برنامه بعد ان شاء الله از فضائلی را که مطرح کرده و احادیثی را که در اول کتابش آورده برای فضائل دلائل الخیرات و این کتاب اجازه بدین که ان شاء الله در برنامه بعد در این مورد صحبت بکنیم که احادیثی را آورده برای فضیلت درود که در احادیث این هم قابل نقد هست و قابل بررسی هست که بررسی بشه که این روایاتی که آورده آیا روایات صحیح هست یا نیست. ان شاء الله در برنامه بعد اگر پروردگار متعال بر ما توفیق داد در موردش مفصل صحبت میکنیم. در این قسمت همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم تا قسمت بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. oh, oh, oh.